صدای عمه اومد. آروین پسرم، اگه برات زحمتی نیست فردا منو ببر خونه ثریا. آروین قاشقی از سالا شیرازیش خورد. الهی کوفت شه برات. الهی گیر کنه تو گلوت. میخواین برین خونه عمو بهرام؟ آره دیگه. ثریا زنگ زد. 2 روز میرم اونجا. اوکی، فردا میبرمتون. عمه خانم از میز فاصله گرفت و به حال برگشت. خیلی بامزه تشریف دارین آروین خان. میدونستی؟ آروین که حرص رو توی چهرم میدید لبخندی زد. ابروهاشو بالا انداخت و گفت حالا کجاشو دیدی خانومی؟ هنوز خیلی از خوشمزگیامو ندیدی. اینجوریه؟ واجب شد منم چند تا از مزه پرونیامو بهت نشون بدم. به حالت مسخره‌ای خندید و گفت تو ریز میبینمت کوچولو. عینک بزنی میبینی. آروین قهقهی زد و گفت هنوز قدرت‌های منو ندیدی جوجو. از جا بلند شد. خواست از آشپزخونه خارج شه که وایستاد نگام کرد و در حالی که لبخند بدجنسانه‌ای روی لباش بود گفت راستی خدا رو شکر عمه خانم اومد و ما از قیافه زشت و لباسه عهد بوق و گشادت راحت شدی. جوجه اردک زشت. نمک‌پاش رو با حرص سمتش پرت کردم. با یه حرکت نمک‌پاش رو گرفت و بلند خندید. لجم گرفت. آروین با خنده رفت. عوضی. به من میگی جوجه اردک زشت؟ گوریلن گوریل؟ دستامو مشت کردم. چی شده این آقا اینقدر مزه میپرونه؟ پس دیگه روش عذاب دادنش رو عوض کرده. دیگه میخواد شوخی شوخی لجمو در بیاره و کیف کنه. دیگه دست از تغییر و توهین برداشته پس. باشه آقا آروین، نشونت میدم. فقط بشین و تماشا کن. بهت نشون میدم که من رابیس 2 ماه پیش نیستم. هرچی بیشتر سکوتمو میدید جری‌تر میشد. خیلی سعی کردن که باهاش را بیام. اما انگار اینجوری رو بیشتر دوست داره. خوب ازم سواری گرفته بود. حالا نوبت من بود. از این به بعد میشم یکی مثل خودش. حالا که این بازی رو شروع کرده بود خودم هم ادامش میدم. فقط بشینه و نگاه کنه. هنوز 3 ساعت هم نشده بود که آروین عمه خانومو برده بود خونه عمو بهرام. اما شدید دلم برای عمه خانم تنگ شده بود. خونه خیلی ساکت بود و منم از این سکوت شدیداً بدم می اومد. صدای تیوی رو بلند کردم و سعی کردم افکارم رو منظم کنم و شام درست کنم. خودم رو سرگرم درست کردن شام کردم. نمیدونم چقدر تو آشپزخونه بودم که صدای به هم کوبیدن در ورودی اومد. پس آروین اومد. از آشپزخونه اومدم بیرون. این چرا این شکلی شده بود؟ دستش یه چیزی شبیه پاکت بود. موهاش آشفته و به هم ریخته بود. چشاش قرمز شده بود و کلافه به نظر می رسید. آروم گفتم خوبی؟ پوزخندی زد و گفت از این بهتر نمیشم. میبینی که کیف سامسونت و پاکت رو روی مبل انداخت و به سمت اتاقش رفت و در محکم بست. این چه شده بود؟ به سمت پاکت رفتم. یه چیزی شبیه پاکت عروسی بود. پاکت رو باز کردم و کاغذی گلاسه به رنگ صورتی که روش عکس عروس دومادی گرافیکی تراشی شده بود دیدم. چشمم به اسمای عروس دوماد خورد. مریم سلوی و آریا سلوی. یه کمی فکر کردم. مریم، آریا. آها، پس همونه. پس حق داشت آروین اون وضعی بیاد خونه. پس شب جمعه عروسی مریم بود. عشق آروین. اونطوری که توی پاکت نوشته بود 5شنبه شب یه شام خانواده دوماد میدادن و جمعه شب هم یه شام خانواده عروس. عروسی هم توی باغ گرفته بودم. دلم برای آروین سوخت. نمیتونستم حالشو درک کنم. نمیتونستم درک کنم که وقتی عشقت بره با یکی دیگه ازدواج کنه چه حالی به آدم دست میده. نمیدونم خودخواهی بود یا نه. اما از اینکه مریم داشت عروسی میکرد و دیگه مال آروین نبود خیلی خوشحال شدم. تو افکارم غرق بودم که صدای آهنگ عروسی از اتاق آروین به گوشم رسید. از این ور اون ور شنیدم داری عروس میشی گلم. مبارکت باشه ولی آتیش گرفته این دلم. خیال میکردم با منی، عشق منی، مان منی. فکر نمیکردم یه روزی راحت ازم دل بکنی. باور نمیکردم بخوای راست راستی تنهام بذاری. آخه یه عمر همش بهم گفته بودی دوستم داری. گفته بودی عاشقمی. به پای عشقم میشینی. میگفتی هر جا که باشی خودت رو با من میبینی. رفتی سراغ دشمنم. یه پست نامرد حسود. یکی که حتی به خدا
لنگه کفشم هم نبود. به ذهنشم نمی رسید حتی نگاش کنی یه روز. آخ که چه دردی می کشم. ای دل بیچاره بسوز. با این همه ولی هنوز عشقت برام مقدسه. همین که تو شاد باشی بخندی واسه من بسه. تاج عروسیت رو برات خودم هدیه میخرم. واسه نخور حرفاتو من پیش کسی نمیبرم. هر کی بپرسه بهش میگم خودم ازش خواستم بره. میگم برای هر دومون اینجوری خیلی بهتره. تاج عروسیتو برات خودم هدیه میخرم. قصه نخور حرفاتو من پیش کسی نمیبرم. پاکت رو روی میز کنار مبل انداختم. به سمت اتاق آروین رفتم. صدای آهنگ خیلی بلند بود. در اتاقش رو آروم باز کردم. صدای قیج در اتاق توی صدای بلند آهنگ گم شد. از چیزی که مقابل چشمام میدیدم قلبم گرفت. آروین رو تخت دمر دراز کشیده بود و داشت بلند بلند گریه میکرد. صداش میومد. شونه‌هاش به شدت میلرزید. آهنگ رو زیاد کرده بود تا صدای گریه‌هاش بیرون نره. پاهام ساز شد. بیچاره آروین. هیچ وقت دوست نداشتم گریه یه مرد رو ببینم. خیلی سخت بود. آروین داشت چی میکشید؟ یه لحظه از حس خوشحالی که چند لحظه قبل به خاطر عروس شدن مریم به هم دست داده بود خجالت کشیدم. اشکام بی صدا جاری شد. صدای خواننده و صدای گریه های مردونی آروین تو فضا پخش بود. صدای گریه‌هاش دلستنگم آب میکرد. نباید میرفت عروسی. آروین همینجوریشم غمگین و خرد بود. اگه تو عروسی هم شرکت میکرد معلوم نبود چه بلایی سر خودش بیاره. با دیدن گریه‌هاش تازه عمق مصیبت و دردی که کشیده بود رو فهمیدم. همش تقصیر من بود. اگه من وارد زندگیش نمی شدم الان کنار مریم بود. حتی اگه مریم اونو دوست نداشت. حتی اگه فکر مریم پیش آریا بود. بازم همه تقصیرها گردن من نبود و بازم آروین منو مقصر نمی دونست. دوست نداشتم بفهمه من صدای گریه‌هاشو شنیدم و غرورش خورد شه. به خاطر همین آروم از اتاقش بیرون اومدم و در رو آهسته بستم. به سمت آشپزخونه رفتم. اشکام رو پاک کردم. ساعت از 10 گذشته و صدای آهنگم قطع شده بود. شام نخورده بودم و گرسنم بود. رفتم دم در اتاقش. چند بار در زدم. اما جوابی نداد. آروین بیا شام. صداشو نشنیدم. نگرانش شدم. نکنه بلایی سر خودش آورده باشه. فوری دستگیره در رو پایین کشیدم و در باز شد. نگاش کردم. دیگه شونه‌هاش نمی‌لرزید. خواب بود. صدای نفساشو شنیدم و از نگرانیم کم شد. دلم گرفت. نزدیک تختش شدم. بالشش از اشک خیس شده بود. یه لحظه از مریم متنفر شدم. چجوری دلش اومد با این بچه این کارو کنه؟ شاید باید از خودم متنفر می شدم. اما از اینکه مریم از اولشم چشمش دنبال پسر عموش بوده بیشتر از اون متنفر بودم. موهای مشکیش رو آروم نوازش کردم و آهسته گفتم هیچ کس لیاقت اشکاتو نداره آروین. اشکات رو حروم هر کسی نکن. آه پرسوزی کشیدم و از اتاقش اومدم بیرون. چشمم دوباره به پاکت عروسی افتاد. پفی کشیدم. میلی به غذا خوردن نداشتم. اشتهام کور شده بود. غذا رو توی یخچال گذاشتم و رو رخت خوابم دراز کشیدم. جای آروین توی اتاق خوابمون خیلی خالی بود. با اینکه جدا از هم می‌خوابیدیم و اون همیشه رو فرش می‌خوابید، اما به شنیدن صدای نفس‌های منظمش عادت کرده بودم و حس می‌کردم چیزی رو گم کردم. خوابم نمی‌برد. خیلی به بودنش و حضورش عادت کرده بودم. وقتی نبود و صدای نفساشم نمی‌شنیدم، حالم خراب می‌شد و دوست نداشتم آروم بخوابم و بیخیال باشم. مقصر کی بود؟ من، مریم، رامی، آریا. خودم هم نمی‌دونستم حکمت این همه اتفاقای عجیب و غریب چیه. دوباره چشام رو عقربه‌های ساعت قارچ شد. 1 شده بود. آروین چرا نمی اومد؟ پس کجا بود؟ دلم خیلی شور می‌زد. هرچی هم به موبایلش زنگ می‌زدم خاموش بود. لعنتی کجایی؟ نهارم نیومده بود. از دیشب ندیده بودمش. خیلی استرس داشتم. می‌ترسیدم بلایی سر خودش آورده باشه. از دیروز نهار
لب به هیچ چیز نزده بودم. اما گرسنه هم نبودم. از بس دلهوری آروینو داشتم. احساس گشنگی نمی‌کردم. باید به رادین زنگ می‌زدم. باید می‌فهمیدم که آروین کجاست. با اینکه حوصله لحن سرد و خشک رادینو نداشتم، اما چاره‌ای نداشتم. شماره موبایلشو که تو دفترچه تلفن بود گرفتم. بعد از چند تا بوق جواب داد. بله. الو. سلام آقا رادین. راویسم. شناختم. امرتون. ببخشید مزاحمتون شدم. راستش آروین هنوز نیومده خونه. خواب و مرض. خواب و کوف. خواب داری آخه. من خیلی نگرانشم. خبری ازش ندارم. نگرانشی؟ شیطونه میگه بزنم از پشت تلفن فکشو بیارم پایین ها. الان وقتی نیست دادم بود. وقتی سکوتم و دید خیلی سرد گفت پیش من بود. ببین راویس. الاناست که بیاد خونه. داغونه. میفهمی؟ داغون. هواشو داشته باش. سعی کن سر به سرش نذاری. امشب زیادی مشروب خورده و حالش خوب نیست. باهاش کلکل الکی نکن. شنیدی چی گفتم؟ صدای در ورودی رو شنیدم. دیگه به اراجیف رادین گوش ندادم و بدون خداحافظی گوشی رو سر جاش گذاشتم. اینم برای مادم شده. با خوشحالی به سمت در رفتم. آروین با سر و وضعی داغون داخل شد. چشماش سرخ بود. کتش رو روی مبل انداخت و با دستاش محکم شقیقه‌هاشو فشار داد. با نگرانی نزدیکش شدم. آروین خوبی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ نگام کرد. چشاش خیلی وحشتناک بود. دیگه آرامش همیشگی رو توی چشای عسلیش نمی‌دیدم. با کلافگی گفت به تو مربوط نیست. با اینکه از دیدنش خوشحال شده بودم، اما با این حرفش خیلی عصبی شدم و با حرص گفتم برات متاسفم که یه ذره درک و شعور نداری. از صبح خونه نیومدی. حالام که پیدا شده مست اومدی؟ ببین راویس، من هر جوری هستم و هر وقتم که بیام خونه به خودم مربوطه. اونقدرم مست نکردم که نفهمم دارم چیکار میکنم. من حد خودم میدونم. پس دهنتو ببند. پسره ضعیف، مریم پنجشنبه عروسیشو تو اینجا غمبرک زدی؟ اون با تو مثل یه تیک کاغذ باطله رفتار کرد. حالا تو برای از دست دادنش عزا گرفتی؟ واسه کسی تب کن که برات بمیره آقا پسر. آروین که از حرفام خیلی عصبی شده بود داد زد. برو تو اتاق تو دیگه اینقدر زر نزن. حالا خوب میبینی تو چه وضعی ما. یه لحظه حس کردم پرده گوشم پاره شد. عجب صدایی داشتا. با خشم به اتاقم رفتم و درو بستم. چقدر بی‌لیاقت بود. تقصیر منه که نگران این تنیلش شدم. حیف من که نگرانش شده بودم. حقش هرچی بالا سرش بیاد. رفته برای من مست کرده. اما خب اونقدری نخورده که نفهمه داره چی میگه. صداش یکم شل و بارفته بود. اما کاملا معلوم بود که هوشیاره. لباس خوابم پوشیدم و رو تخت دراز کشیدم. شام نخورده بودم و احساس صباحی میکردم. کم کم پلکام داشت گرم خواب میشد که صدای قیچ در اومد. جا خوردم. آروین بود. از جا پریدم و رو تخت نشستم. چراغ رو روشن کرد. چشاش همچنان سرخ بود. نخوابیدی هنوز؟ لجم گرفت. اینم سوال بود آخه. خب چشات که میبینی بیدارم. میبینی که. چرا اومدی اینجا؟ اخماش در هم رفت. مشکلی داری؟ اینجا خونه منو هر جاش غم بکشه میخوابم. اما قبلا که از اینجا بعدت میومد و پات رو اینجا نمیذاشتی آقا. نظرم عوض شده. به تو هم مربوط نیست. در و بست و کنارم روی تخت نشست. نمیدونم چرا یه لحظه از برقی که توی چشاش دیدم ترسیدم. میشه بری تو اتاقت بخوابی؟ ابروهاش رو بالا انداخت و با لحن کشداری گفت ناچ. اوکی، پس من میرم تو حال میخوابم. از روی تخت بلند شدم و خواستم برم که آروین محکم مچم رو گرفت و پرتم کرد روی تخت. ای خدا، این چه شده بود؟ خیلی ترسیده بودم و مطمئن بودم رنگم حسابی پریده. قلبم داشت به شدت میزد. بدون اینکه وزنشو بندازه روم، کمین کرد روم و دستاشو دو طرف بدنم رو تخت گذاشت. از چی فرار میکنی ها؟ مگه من شوهرت نیستم؟ مگه 100 بار بهم نگفتی اسمم تو شناسنامته؟ پس از چی میترسی؟ نفساش میخورد به صورتم. دهنش بوی تند الکل میداد. حالت تهوع شدیدی داشتم. دستم رو روی سینه‌اش گذاشتم و خواستم حالش بدم بره عقب. اما هیچ تکونی نخورد.
2 برابر من وزنش بود و این هیکلی که این داشت معلوم بود که با هل دادنای من جم نمیخوره. برو کنار آروین. تو امشب زیادی خوردی و نمیفهمی چی کار داری میکنی. پاشو لعنتی. یه بار گفتم بازم میگم. من اونقدی نخوردم که زمان و مکان یادم بره. تو چشام زل زد و با صدایی که غم و لرزش توش موج میزد گفت میخوام از یادم ببری که یه زمانی عاشق مریم بودم. من میخوام اون لعنتی رو فراموش کنم. میخوام یادم بره چند ماه عاشقش بودم و بدون اون دنیا رو نمیخواستم. اون با من بازی کرد. میگفت دوستم داره اما همه فکر و حواسش پیش آریا بود. میخوام امشب عشق چند ماه هم به مریم و از یاد ببرم. پس دختر خوبی باش. وحشت کردم. موهای تنم سیخ شد. آروین با یه حرکت سریع تیشرت تنشو در آورد و گوشه یه تخت پرت کرد. نمیگم دوست نداشتم با آروین باشم. اما نه این مدلی. نه اینجوری. دوست نداشتم آروین پیش من باشه فقط واسه این که مریم رو فراموش کنه. این فکر را داشت عذابم میداد. آروین صورتشو نزدیک صورتم آورد. نگاش رو لبام میخ شد. تازه اون لحظه بود که خون به مغزم رسید و جیغ کشیدم. گم شو برو بیرون عوضی. من ازت بدم میاد تن لش. از اتاقم برو بیرون. من نمیخوام باهات باشم لعنتی. داشتم تقلا میکردم که یه جوری از اون زیر بیام بیرون و از دستش نجات پیدا کنم که آروین مچ دستم و محکم گرفت و داد زد. بهتره خفه شی راویس. به نفعته که رام شی و اینقدر کلشق بازی در نیاری. اصلا دوست ندارم به زور مجبورت کنم. تو که نباید اینقدر نگران چیزی باشی. تو که دیگه دختر نیستی. تو روی که دیگه افتتاح کرده. خودت رو به نفهمی نزن پس. پوزخندی روی لباش دیدم که آتیش گرفتم. جمله آخرش عصبیم کرد و برای اینکه رامش نشم مصمم‌ترم کرد. هرچی خودم رو تکون دادم که بتونم از دستش نجات پیدا کنم نشد. قوی‌تر از این حرفا بود. وقتی تقلا کردنم و دید خندید و گفت زور نزن بچه جو. انرژی تو نگه دار. لازمت میشه عزیزم. دوباره صورتش رو نزدیک صورتم کرد. هر لحظه داشت فاصله لباش با لبام به 0 میرسید. شرایطی بدی داشتم. هیچ راه نجاتی برام نموند. اتفاقای اون شب پارتی و اولین رابطه اجباریم با رامین کم کم جلوی چشام زنده شد. نمیدونم چی شد که اشکام را گرفت و بدنم به شدت لرزید. لبام به شدت تکون می‌خورد و صدای برخورد دندونام خیلی رو اعصاب بود. آروین با تعجب نگام کرد. چشماش رو از لبام گرفت و تو چشام میخ شد. براش حرکاتم عجیب بود. دستاش رو مچ دستم شل شد. با نگرانی گفت چت شد راویس؟ خوبی؟ با صدای لرزان و ضعیف گفتم گم شو برو بیرون آروین. تو هم یکی هستی مثل اون رامین هرسه. تو هم مثل اون منو فقط به خاطر خودت میخوای. حداقل اون عوضی اونقدری مرد بود که تو رابطه کثیفش منو جای عشقش فرض نکنه. اما تو چی؟ منو میخوایی تا مریم رو فراموش کنی لعنتی؟ خیلی کثیفی آروین. خیلی. حقیقه گریه هم بلند شد. شونه هم میلرزید. آروین با تعجب به هم زل زده بود. بعد از چند ثانیه با یه حرکت سریع بلند شد. نمیدونم تأثیر حرفام روش چقدر بود اما اونقدری بود که آثار پشیمونی رو توی چشاش دیدم. از روی تخت بلند شد و شقیقه هاشو محکم فشار داد. 2 سیلی به صورت زد و نگام کرد. سرشو انداخت پایین و زیر لب گفت منو ببخش راویس. نمیخواستم اذیت شی. بعد هم بدون اینکه بهم فرصت حرف زدن بده فوری از اتاق خارج شد و در محکم بست. اشکام بند نمی اومد. دوست نداشتم دومین رابطه‌ام وحشیانه و اجباری باشه. من یه بار طعم زور رو چشیده بودم و ازش خاطره خوبی نداشتم. اگه تکرار میشد مطمئن بودم که این بار خودم رو میکشم. دوست نداشتم ازم استفاده بشه تا یه نفر دیگه فراموش شه. دوست نداشتم بیاد طرفم فقط به خاطر اینکه اون لعنتی رو از یاد ببره. منم آدم بودم. دوست داشتم فقط به خاطر خودم بیاد طرفم. دوست داشتم با عشق بیاد سمتم. از اینکه آروین بهم دست نزده بود خیلی خوشحال بودم. حسی خوبی داشتم و دیگه از دستش عصبی نبودم. همین که به حرفم احترام گذاشت و رفت خیلی بهم روحیه داد. پتو رو دور خودم پیچیدم. شاید اگه قصدش از رابطه با من فراموش کردن مریم نبود باهاش راه می اومدم.
اما اینجوری نه اصلا. با بوسه نرمی که روی پیشونیم حس کردم بیدار شدم. اما اونقدری خوابم میومد که چشامو باز نکردم. بابت دیشب معذرت میخوام. دیشب یه دقیقه هم خوابم نبرد راویس. همه‌اش به تو فکر میکردم. به غلطی که دیشب داشتم میکردم. یادم رفته بود که تو از رابطه اولت چقدر زج کشیدی. من خر داشتم دوباره همون ضربه رو بهت میزدم که تو 2 ماه درگیرش بودی. متاسفم راویس. اما باور کن اونقدی داغون بودم که نفهمم دارم چیکار میکنم. اما خوشحالم که کاری نکردم. خوشحالم که جلوی خودم رو گرفتم و نذاشتم از منم مثل رامین خاطره بدی داشته باشی. راویس، با این که با هم بد کردی و منو از زندگی کردم محروم کردی، اما به جون مامانم نمیخواستم اونجوری عذابت بدم. نمیخواستم بشی بازیچم. اونقدر عوضی و لاشی نیستم که مثل یه حیوان به رابطه‌ای مجبورت کنم که دوست نداری. مریم رو فراموش کردم. باید فراموشش کنم. اون مال من نیست. از اولش هم نبود و من خیال میکردم که دارمش. باید به خودم ثابت کنم که مریم رو نمیخوام. میخوام برم عروسیش. میخوام تو لباس عروس ببینمش و باورم بشه که نخواست مال من شه. باورم شه که سهم من نبود. اما راویس، من تو رو نمیبخشم. شاید مقصر از دست دادن مریم نبودی. اما یادم نمیره که به خاطرت چقدر حرف شنیدم و چقدر همه به چشم یه مجرم نگام کردن. اشکای مامانم رو یادم نمیره. مدیون اون روزای سختمی راویس. خوشحالم که کاری نکردم و عذاب وجدان ندارم. بعد از چند ثانیه صدای بسته شدن در اومد. پس رفت. چشامو باز کردم. خواب از سرم پریده بود. اون واقعا آروین بود. اونی که اون حرفا رو زد. چقدر شرمندش بودم. شرمنده حرفاش. شرمنده کاری که باهاش کرده بودم. ذات آروین خیلی پاک و معصوم بود. اگرم اون حرفا رو بهم زد، خودم مقصر بودم. اون فقط داشت خودشو بی‌رحم نشون میداد. ته دلش خیلی پاکتر از این حرفا بود. حرفا و کاراش فقط به خاطر زجرایی بود که کشیده بود و به خاطر تهمتایی بود که شنیده بود و نتونسته بود عکسش رو ثابت کنه و بگه که بیگناهه. اتفاق دیشب یادم رفته بود. نگام رو تیشرت آروین که دیشب رو تخت انداخته بود ثابت مرد. تیشرت رو برداشتم و چند بار توی تیشرت نفس عمیق کشیدم. بوی عطرش رو با تمام وجود تو ریه هام فرستادم. دوست داشتم کمکش کنم تا مریم رو از یاد ببره. تا بفهمه لیاقتش بیشتر از مریمه. حالا که مریم از میدون رفته بود کنار، باید خودم رو به آروین نشون میدادم. میدونستم که راه خیلی طولانی و سختیه، اما به داشتن آروین میارزید. آروین کسی بود که اگه عاشق کسی میشد، تمام قلب و روحش رو تقدیمش میکرد. منم غیر از این چیزی میخواستم ازش. باید خودم رو برای عروسی مریم آماده میکردم. دوست داشتم خودم رو خوشگل کنم و به آروین بفهمونم که چیزی از مریم کم ندارم. خانواده مهرزاد و عمه خانومم دعوت بودن و فرصت خوبی بود تا برترین رو نسبت به مریم به همه نشون بدم. شروع کردم به نقشه کشیدن برای پنجشنبه. انیس جون و نام واسه پنجشنبه دعوتن؟ نگاه متعجبی بهم انداخت و گفت آره، چرا میپرسی؟ لبخند پهنی زدم و گفتم از دیروز دارم برنامه میریزم که واسه پنجشنبه چی بپوشم. آروین نگاش رو ازم گرفت و خیلی سرد گفت مگه قراره بیای؟ مگه قراره نیام؟ ناسلامتی زنتما. لازم نکرده، من تنها میرم. چرا اون وقت؟ چون دوست ندارم بیای اونجا و شاهد خوش شدنم باشی. تو همین جوریشم نزده میرقصی. وای به حال این که بیای و مریم و تو لباس عروسم ببینی. دیگه ولم نمی‌کنی و هر روز و هر شب میری رو اعصابم. اونقدری که فکر می‌کنی بی‌رحم نیستم. خرد شدن غرورتو نمیخوام ببینم و برام هیچ لذتی نداره. پس چطور 2 ماه پیش خرد شدنمو دیدی و لام تاکام حرف نزدی و عین خیالتم نبود؟ پس چرت نگو لطفاً. مجبور بودم. اینو بفهم. اما بهت قول میدم هیچ وقت به خاطر اون کاری که باهات کردم خودمو نمیبخشم. بهتره این موضوع نکشی وسط. نیشم باشد و گفتم آخ جون، پس میذاری بیام؟ نه خیر. لبخندم و قورت دادم و با اخ گفتم چرا آخه؟ من قول میدم که در مورد عروس شدن مریم هیچ وقت حرفی نزنم.
قول تو برام مهم نیست. تو میمونی خونه و من تنها میرم. چشامو ریز کردم و گفتم نکنی از این که منو به مریم و بقیه نشون بدی و بگی زنت هم خجالت میکشی. آروین ابروهاشو بالا انداخت. لبخند بدجنسانه‌ای زد. از جاش بلند شد و گفت خوشم میاد تیزی. فوری از اتاق رفت بیرون. کارد میزدی خونم در نمیومد. من 2 روز بود داشتم برای پنجشنبه شب کلی نقشه میکشیدم و لباس انتخاب میکردم. نباید اینطوری میزد تو برجکم. باید میرفتم. باید بهش این اطمینان رو میدادم که با اومدن من قرار نیست غرورش خورد شه. از اتاق اومدم بیرون. عمه خانم تازه از حموم اومده بود و داشت موهاشو با حوله خشک میکرد. امروز صبح اومده بود اینجا. لبخندی زدم و گفتم عافیت باشه عمه خانم. عمه لبخندی زد و ازم تشکر کرد. اونطوری که عمه خانم تعریف میکرد اونجا زیاد بهش خوش نگذاشته و همش دوست داشته برگرده اینجا. اینجا راحت‌تر بود. آروین رو مبل نشسته بود و داشت تیوی میدید. نمیدونم این تیوی کوفتی چی داره که اینقدر میخ میشه روش. عمه خانم کنار آروین رو مبل نشست و با هم مشغول حرف زدن شدن. منم یه گوشه نشستم و داشتم مجله طراحی لباس شب رو نگاه میکردم. عکساشو دوست داشتم. لباسای توش همشون با رنگ و مدلای شیک بود و آدم رو جذب میکرد. صدای عمه اومد. راویس، قراره برای عروسی مریم چه لباسی بپوشی؟ سرم رو از تو مجله بالا آوردم و به عمه نگاه کردم. لبام آویزون بود. خواستم با ناراحتی بگم که آروین نمیذاره بیام که آروین فوری گفت راویس قرار نیست بیاد. عمه با تعجب گفت واسه چی؟ آروین خیلی سرد و بی‌تفاوت گفت خواهرش شیرین حامله است و راویس هم قراره پنجشنبه و جمعه بره پیشش. آخ آروین، آخرش منو با این دروغات دق میدی. پسری دروغگو. عمه با ناراحتی گفت حالا شنبه میره. چه عجله‌ایه؟ راویس، حیف نیست عروسی رو ول کنی و بمونی تو خونه؟ بغض گلومو گرفت. خیلی دوست داشتم برم. هیچ حرفی نزدم و به سمت آشپزخونه رفتم. اگه قرار بود منو نبره، منم نمیذاشتم بره. صدای عمه خانم اومد. راستی آرفین جان، من باید برم خونه بهروز. یه سری از لباسام اونجا جا مونده. میرم براتون میارم. نه عزیزم. پنجشنبه صبح منو ببر خونه بهروز. شبم با اونا میام عروسی. هر جور راحتی. خیلی از دست آروین عصبی بودم. دوست نداشتم تنها بدون من بره عروسی. میترسیدم با دیدن مریم تو لباس عروس بازم هوایی بشه و اخلاقش با من از اینی که هست گنتر و غیر قابل تحمل تر بشه. سر میز شام من ساکت و ناراحت بودم و فقط داشتم با غذای تو بشقابم بازی میکردم. عمه خانم با دیدن من گفت راویس خوبی؟ چرا غذاتو نمیخوری؟ میل ندارم عمه جون. آروین به هم زل زد. خوب میدونست چرا اینقدر پکر و ناراحتم اما هیچی نگفت. عمه گفت نکنه مریض شدی؟ خیلی لاغر و رم پریده شدی دختر. وقتی آمریکا بودم و گیسو عکستو برام ایمیل کرد از رو عکسات حس زدم که باید دختری باشی که غذا خوب میخوری. معلوم بود که اندامت پره. اما با دیدنت اولش خیلی جا خوردم. خیلی لاغرتر از چیزی بودی که حدس میزدم و تو عکس دیده بودم. پوزخندی زدم. عمه که از ماجرا خبری نداشت. نمیدونست تو این چند ماه چقدر عذاب کشیدم و همینم که زنده بودم جای شکر داشت. عمه هم ایمیل زدن بلده پس. حالا خوب 70 رو رد کرده ها. بابا ایول به عمه خانوم. صدای زنگ تلفن اومد. عمه خانوم و آروین مشغول غذا خوردن بودن. منم که دیدم میلی به غذا خوردن ندارم به خاطر همین زودتر از آروین به سمت تلفن رفتم. الو، بله. الو راوی، سلام عزیزم. سلام مونوی، خوبی عزیزم؟ ای بد نیستم. تو چطوری؟ آروین چطوره؟ هر دومون خوبی. چه عجب یادی از ما کردی؟ خیلی بی‌انصافی. من که 2 روز پیش بهت زنگ زدم بی معرفت. تو نباید یه خبری از من بگیری؟ به تو هم میگن رفیق. معذرت میخوام. باور کن ذهنم خیلی درگیره. مگه چی شده؟ صدامو آروم کردم و گفتم پنجشنبه و جمعه عروسی مریمه. مریم کیه؟ یه زمانی نامزد آروین بوده. قبل از اتفاقی که برای من افتاد. آها یادم اومد. جدی میگی؟ آروین در چه حاله؟ اون که داغونه. تنها میره؟ منم دعوتم. چه خوب. حسابی تیپ بزن و به خودت برس و به آروین ثابت کن که هیچی از کسی کم نداری. میخواستم این کارو کنم. کلی هم نقشه کشیده بودم اما چی؟ آروین امشب گفت که قرار نیست منو ببره عروسی.
گفت تنها میره. واسه چی؟ میترسه عروسی مریم بعدا بکوبم تو سرش و بهش طعنه بزنم. خب بهش این اطمینان رو بده که قرار نیست رو نقطه ضعفش دست بذاری. بهش گفتم اما حرف خودشو زد. حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیذارم بره. وا چطوری؟ براش نقشه ها دارم. حالا که نمیخواد منو ببره، منم نمیذارم بره. انقدر باهاش کلکل نکن راویس. به من چه؟ اونه که با من الکی لج میکنه. چی بگم والا؟ صلاح مملکت خود خسروان دانن. زنگ زدم بهت بگم شهریار یه برنامه چیده واسه آخری ماه. برنامه چی؟ شمال؟ آره دیگه. ویلای پدر شوهرم تو رامسر داره الکی خاک میخوره. قراره یه چند روزی بریم اونجا. همه به جز سامی قراره بیان. کی قراره برین؟ گفتم که آخرای این ماه. البته حالا زمانش خیلی مشخص نیست. پایه‌ای؟ با حضور ملیحه مسلما نه. ای بابا، تو با ملیحه چیکار داری آخه؟ هر کاری کردم نتونستم ملیحه رو دست به سر کنم. اولا من دیگه نمیخوام ملیحه رو ببینم و شاهد دلبریاش برای آروین باشم. در ثانی گفته بودم که عمه آروین اومده خونمونو زشته بذاریمشو بیام شمال. بهونه نیار. کسی با اومدن عمه آروین مخالفتی نداره. مگه نگفتی عمه آروین خیلی زن پایه‌ایه؟ خب اونم بیار دیگه. نه مونا، اصلا حوصله ملیحه رو ندارم. خر نشو راویس. آروین با حضور عمه که دست از پا خطا نمیکنه دیوونه. تازه‌شم اینطوری خیلی هم عالی میشه و ملیحه هم وقتی از آروین بی محلی و سرده ببینه کلاً بی خیالش میشه. فکر بدی هم نبود. آروین محال بود جلوی عمه خانم با ملیحه بگه و بخنده و من تیغ بده. ملیحه هم ضایع میشد و منم کلی حال میکردم. حالا ببینم چی میشه. اگه اومدنی شدیم بهت خبرشو میدم. اوکی، پس من منتظر جوابت میمونم. کاری نداری؟ نه مرسی زنگ زدی. به شهریارم سلام برسون. بای. حتما بای. گوشی رو سر جاش گذاشتم. الان اون چیزی که در وهله اول برام اهمیت داره عروسی پنجشنبه و رضایت آروین برای اومدنم بود. فعلا به شمال فکر نمی کردم. باید کاری می کردم که آروین راضی شه منو ببره وگرنه نمیذاشتم بره. ای بابا، 2 ساعت تو همون داشت چیکار میکرد؟ حالا خوبه همیشه همون رفتناش یه روبم طول نمیکشی. جواب خودم رو دادم. بله خب، داره میره عروسی نامزد سابقش و حق داره اینطوری به خودش کیسه بکشه والا. خیلی عصبی بودم و داشتم با حرص طول و عرض حال رو قدم میزدم. آروین صبح عمه خانومو برده بود خونه پدرجون و شبم با اونا میومد عروسی مریم. از صبح هر چیز زنگ زده بودم خونه شیرین کسی جواب نمیداد. آخرشم به موبایل زنگ زدم و فهمیدم 2 روز رفته خونه خواهر شوهرش. دیگه بهونه‌ای برای این که نرم عروسی نبود. باید منو میبرد. صدای اندی تو خونه پخش شد. PMC هم کلید کرده بود رو اندی. اینقدر از صداش بدم اومد. اما خب اونقدر عصبی بودم که حوصله نداشتم برم و کانال رو عوض کنم. بالاخره آروین از همون بیرون اومد. چه عجب، آقا افتخار دادن. رب شامبری قرمز رنگش تنش بود و داشت با کلاهش موهای خیسش رو خوش میکرد و با تعجب نگام کرد و گفت تو که هنوز اینجایی؟ مگه قرار نیست بری پیش شیرین؟ زنگ زدم به شیرین، خونه نیست. رفته خونه خواهر شوهرش. پس میخوای چیکار کنی؟ با تو میام عروسی. آروین یه لحظه دست از خوش کردن موهاش برداشت. زل زد تو چشامو در حالی که اخم غلیظی کردی بود گفت اصلاً حرفشم نزن. من تو رو با خودم نمیبرم. هرسم گرفت. جلوش وایستادم گفتم چرا آخه؟ تو میخوای من تنها بذاری و بری؟ آروین فکری کرد و گفت حاضر شو میبرمت پیش دوستت. دوستم کیه؟ مونا دیگه. نه خیلی ممنون. لازم به زحمت شما نیست. من اونجا نمیرم. آروین شونه‌هاشو با بی‌قیدی بالا انداخت و گفت هر جور راحتی. من دیر میام. عروسی و تو باغ گرفتن و تا نصف شب اونجام. با حرص نگاش کردم. محلم نذاشت و به اتاقش رفت. ای خدا، آخرش منو دغمر میکنه. داشتم آتیش میگرفتم و آروین رو فحش میدادم که صدای آیفون اومد. آروین به سمت آیفون رفت. دوستش پشت در بود و مجبور شد لباس بپوشه و بره دم در. الان وقت اجرای نقشم بود. به سمت اتاقم رفتم. از تو کشوی دراورم گواشامو بیرون آوردم. از بچگی عاشق قوطی‌های رنگ بودم و همیشه همه رنگشو داشتم. به اتاق آروین رفتم. تا نیومده باید کارمو تموم میکردم. لباسی که قرار بود بپوشه رو روی تختش انداخته بود.
یه لباس اسپورت سفید و مشکی بود با چارخونه‌های بزرگ. ای جونم لباس، چقدر ناناس بود. قلممو رو با بدجنسی تو گواش زرد فرو کردم و زیر لب گفتم حالا که منو نمیبری، منم نمیذارم بری. با رنگ زرد رو لباسش نوشتم عروسی خوش بگذره عزیزم. قلممو رو تو گواش قرمز فرو بردم و چند تا خطم با رنگ قرمز رو لباس بیچاره کشیدم. فوری به اتاقم رفتم و گواشا رو سر جاش گذاشتم. اکثر لباساش کثیف بود و توی ماشین لباسشویی بود. منم باهاش لج کرده بودم و لباساشو نشسته بودم. در اتاقم محکم قفل کردم. میدونستم با دیدن شاهکارم روی لباس عزیزش قطعاً راحت ازم نمیگذره. بیچاره از 2 روز قبل این لباس رو انتخاب کرده بود و میومد تو آینه قدی حال جلوی من کلی با لباس فیگورای بی‌مزه و بیریخت میگرفت. اندامش رو به رخم میکشید تا حرص منو در بیاره. حقش بود که اون بلا رو سر لباسش آوردم. دلم خنک شد. صدای باز شدن در ورودی اومد. یه لحظه ترسیدم. صدای قدماشو میشنیدم. نزدیک در اتاق خوابم توقف کرد. سایش رو از زیر در میدیدم. چند دقیقه به در زد و با صدای مهربونی گفت راویس، حاضر شو با هم میریم عروسی. فقط خواستم یکم سر به سرت بذارم. میدونم دوست داری بیای. منم نمیخوام تنها بمونی تو خونه. پس تا من آماده میشم تو هم فوری حاضر شو. بعدم فوری از اتاقم دور شد. وای چه غلطی کردم من. میمردی زودتر میگفتی منم میخوای ببری تا اون بلون سر لباس نازنینت نیارم. عجب گندی زدم. اگه لباسشو ببینه وای مرگم حتمی بود. با ترس و لحظ در اتاق باز کردم و سرکی کشیدم. صدایی نمی اومد. یه دفعه صدای قدمای تندشو شنیدم. خواستم در اتاق ببندم و برم تو که دیر شده بود و با یه گام بلند خودشو به هم رسوند و نذاشت درو ببندم. قلبم مثل گنجیش میزد. چه غلطی کرده بودم لباسش دستش بود و با خشم در محکم کوبید به هم. چسبیدم به کمد و نفس میزدم. چشاش 2 کاسه خون شده بود. چسبید به هم و بازومو محکم گرفت. او بازوی بیچاره منو آخر از جا در میاره. تو چه غلطی کردی راویس هان؟ پیرهنی رو که رنگش کرده بودم و بالا آورد. به پیرهنش اشاره کرد و با خشم داد زد. این کارا یعنی چی دختر احمق؟ آب دهنمو قورت دادم و گفتم من فکر می‌کردم خب فکر می‌کردم نمیخوای منو ببری. من گلوم رو با دستش گرفت و فشار داد و با همون صدای نکرش داد زد. تقصیر من خره که دیدم تو خونه تنهایی دلم برات سوخت. اما اشتباه کردم. تو لیاقت دلسوزی رو نداری. انقدر تو خونه بمون تا بمیری. داشتم خفه می شدم. گلوم خسخس می کرد. دستش رو از رو گلوم برداشت و با حرص از اتاقم رفت بیرون. به شدت سرفه زدم. دیوانه. داشت منو خفه می کرد. روانی. کنترل اعصاب نداره. بابا خب تقصیر خودشه. خب لعنتی زودتر بهم میگفتی میخوای منم ببری تا اون بلا رو سر پیرهنت نیارم. از اتاق اومدم بیرون. آروین یه تیشرت سبز کاهویی با جین آبی پوشیده بود و داشت جلوی آینه قدی موهاشو با ژل و واکس مو درست میکرد. این تیشرتو تازه خریده بود. تا حالا ندیده بودمش. اینو از کجا پیدا کرده بود؟ ای بابا، تیرم که به سر خورده بود. آروین جوابمو نداد و بی توجه به این که صداش کردم با موهاش ور میرفت. من میخوام بیام. از تو آینه نگام کرد و با خشم گفت با اون بچه بازی که سر لباسم در آوردی عمرم ببرمت. من اون لباسو خیلی دوست داشتم دختری احمق. احمق خودتی. اگه زودتر بهم گفته بودی منم میخوای ببری اون کارو با لباست نمیکردم. تقصیر خودته. حرف اضافه نزن. امشب نمیبرمت تا آدم شی و یاد بگیری که گند نزنی تو لباسای دیگران. با حرص پاهامو روی زمین کوبیدم و گفتم من خونه تنها نمیمونم لعنتی. دست از بحری رفتن با موهاش برداشت. ادکلون به خودش زد و در حالی که پوزخندی روی لبش بود گفت میخواستی این بچه 3 ساله اون کارو نکنی. این میشه برات تجربه. فقط راویست. لبخند بدجنسانی زد و ادامه داد. اینجا شواخیل ترسناکیشه ها. چند شب پیشم خونه همسایه بغلی رو دزد زده بود. خواستم بدونی که مواظب خودت باشی و زود نخوابی. همه چراغا رو روشن بذار و صدای تلویزیونم تا آخر بلند کن. بیشعور. میخواست منو بترسونه. خیلی عصبی شدم و گفتم به تو این چیزا مربوط نیست. تو برو به عروسیت برس. مریم تو رو خوب شناخته بود که راحت به پسرموش فروختت. حرفم آتیشش زد. رگ گردنش متورم شد.
خواست بیا سمتم که جیغ کشیدم و رفتم تو اتاق و در رو از پاش قفل کردم. صدای عصبیشو شنیدم. بالاخره از اونجا میای بیرون دیگه نه؟ واسه همین حرفای مزخرف دیگه نمیخواستم ببرم دیگه. زبونت از نیش عقربم سوزنده تره. حسابتم وقتی برگشتم خونه میرسم. صدای کوبیده شدن در ورودی اومد. نباید اون حرفو بهش میزدم. نباید دست میذاشتم رو نقطه ضعفاش. اما خب تقصیر اونم بود. منو تو خونه تنها گذاشت و بیخیال رفت. من از تاریکی و تنهایی شدید میترسیدم. بعد از اون ماجرای پارتی حسابی از تاریکی میترسیدم. از اتاق اومدم بیرون. حالا من تنهایی چیکار کنم؟ صدای تلویزیون رو تا ته زیاد کردم. تموم چراغا رو روشن کردم و سعی کردم به این که تنهام فکر نکنم. الکی با خودم بلند بلند حرف می‌زدم. شام برای خودم پیتزا درست کردم. اما اینقدر استرس و دلهره داشتم که فقط یه برش مثلثی کوچولو خوردم و بقیه‌اش رو گذاشتم توی یخچال. باد می‌خورد به پنجره، صداهای خیلی وحشتناکی رو می‌ساخت. منم از ترس بدنم می‌لرزید. رو سر صداهای کوچیکم حساس شده بودم. الکی از هر صدایی یه داستان وحشتناک برای خودم می‌ساختم. صداهایی که شاید اگه آروین پیشم بود برام مسخره و عادی میومد. اما حالا که تنهام شرایط فرق میکنه. از شانس خوبم وسایل برقی خونه شروع کرده بودند به قلنج شکستن و با هر صدای تقی که میومد من 1000 بار تا لب مرگ میرفتم و برمیگشتم. با قطع شدن برقا بدبختی و فلاکتم تکمیل شد. ای خدا، من چقدر بدشانس بودم. الان چه وقت برق رفتن بود؟ همیشه که آروین خونه بود برقا وصل بود. اوف، از من بدشانسنم هست آخه. ناخودآگاه جیغ کشیدم.